Go ahead. Go بچه یعنی برو. ahead یعنی جلو. go ahead یعنی بفرمایید، یعنی شما اول برید لطفا. مثلا دارین دو نفر از یه در میخواین عبور کنید، یه نفر دیگر بهش میگه go ahead یعنی شما اول بفرمایید. یا یه نفر داخل کلاس میگم یه چیزی رو بخونه، یه پاز میکنه، یه ایست میکنه، بعد دوباره میگم go ahead ادامه بده. go ahead. According to all accounts. according بچه یعنی بر طبق یا به گفته. اوکی پس چی شد؟ according یعنی بر طبق یا به گفته. to all یعنی همه. all یعنی همه. accounts. accounts بچه همه تو میدین یعنی حساب، درسته؟ مثلا یه account داخل سوشال میدیا باز میکنید، یک حساب باز میکنید، ولی اینجا منظورش همه اون آدم ها یا اون حساب هایی است که اونجا حضور دارن. according to all accounts یعنی به گفته همه. according to all accounts به گفته همه. what's new. what's new. what گفتیم بچه ها یعنی چی؟ وقتی میگیم what's یعنی چه چیزیه، چی. new یعنی جدید. میگم چه چیز جدیدی شده، یا بخوام ساده تر بگم چه خبریه، تازه چه خبر، چه خبر تازه ایه. what's new. what's new. hands off. hands off. hands دیگه همتون میدونید یعنی دستا. اوکی به دست ها میگیم hands off یعنی خاموش کردن، ولی وقتی به یه نفر میگم hands off یعنی دستتو بکش، بهش دست نزن. میخوای ناخونک بزنی به غذا، مادر میگه hands off دستتو بکش کنار، دستتو بکش. same to you. same بچه یعنی شبیه، مثل یا همینطور. to you یعنی برای تو. اوکی وقتی میگم same to you یعنی شما هم همینطور. مثلا به هم میگی روز خوبی داشته باشی، میگم same to you شما هم همینطور. hands up. hands up. hands که گفتیم یعنی دستا، up یعنی بالا، درسته؟ وقتی میگم hands up یعنی دستا بالا. مثلا تو عروسی میگه hands up. hands up دستا بالا. اگه تو الان ویدیو رو دوست داشتی لطفا لایکش کن تا به افراد بیشتری نشون داده بشه و اونا هم بتونن انگلیسی رو رایگان یاد بگیرن. I'm on my way. I'm یعنی من هستم. I یعنی من. ام و ایزار معنای هستن میده که اینجا امه کوچولو شده I'm من هستم. On یعنی روی یا در. my way. way بچه یعنی راه. my way یعنی تو راهم. I'm on my way یعنی تو راه هستم. اوکی زنگ میزنم میگن کجایی، میگیم I'm on my way. I'm on my way یعنی تو راه هستم. out of order. out of order جمله فوق العاده کاربردیه. out of بچه یعنی یه چیزی تموم شده، اوکی از دست رفته. order یعنی سفارش. وقتی out of order یک چیزی یعنی دیگه از سفارش خارجه. منظورش چیه؟ یعنی از کار افتاده، دیگه نمیتونی شما ازش استفاده کنی. مثال بزنم، میخوای بری توی یک رستوران یک دستشویی رو وارد بشی، روش میبینی زده out of order یعنی از سرویس دهی خارجه، خرابه، از کار افتاده، نمیتونی ازش استفاده کنی. out of order. which one do you want. which one یعنی کدوم بچه. which one which یعنی کدام، one هم که یعنی یک، درسته؟ which one یعنی کدوم یکی. do you که تو، want میخوای، want هم خواستنه. which one do you want کدوم یکی رو میخوای. which one do you want کدوم یکی رو میخوام. اگه میخوای بگی این یکی رو میخوام میگی this one. this one. اگه بخوای بگی اون یکی رو میخوام that one. that one. به همین سادگی بچه ها. this one این یکی، that one اون یکی. I beg your pardon. I beg بچه ها اگه بخوام جدا جدا براتون معنی کنم، beg التماس کردنه. اوکی your pardon هم برای عذرخواهی استفاده میشه، ولی کلا این جمله I beg your pardon کجا استفاده میشه؟ یه نفر یه حرفی رو به شما میزنه، شما متوجه نمیشی، حالا یا سریع گفته یا به شکلی گفته، شما منظورش رو متوجه نشدی، میگی I beg your pardon ببخشید چی گفتی؟ اینجوری استفاده میشه. I beg your pardon ببخشید. میتونین pardon خالی هم بگین. pardon ببخشید چی؟ جانم. pardon برای عذرخواهی کردن استفاده نمیشه. اوکی پس برای وقتی که مثل تو فارسی میگه ببخشید چی گفتین، اینجور موقع میتونین از I beg your pardon یا pardon استفاده کنید. not at all. not at all بچه یعنی اصلا، به هیچ وجه. not at all اصلا،
به هیچ وجه. دوستش داری؟ not at all. اصلا. Don't pull my leg. Don't بچه یعنی یه کاری رو نکن. جمله رو منفی میکنه. مثلا اگه بگه pull یعنی بکش، ولی وقتی میگه don't pull یعنی نکش، جمله رو منفی میکنه. Don't pull یعنی نکش چی رو؟ my leg. leg یعنی پا. وقتی که my میاد یعنی یه چیزی که برای منه. my leg پای من. my book کتاب من. Don't pull my leg یعنی پامو نکش. منظورش چیه؟ این اصطلاح بچه یعنی سر به سرم نذار. هی با دومم ور نرو، با دومم بازی نکن. Don't pull my leg. سر به سرم نذار. From the bottom of my heart. From بچه یعنی از. The bottom یعنی ته یک چیزی یا زیر یک چیزی رو میگیم bottom. Of ته چی؟ My heart. یک چیزی که مال منه. درسته؟ my یعنی یک چیزی که مال منه. اینجا ته چیه منظورشه؟ heart. heart یعنی قلب. From the bottom of my heart یعنی از ته قلبم. From the bottom of my heart I love you. از ته قلبم عاشقتم. Don't mention it. یه نفر بهم میگه thank you، ازم تشکر میکنه بابت کاری که براش کردم. من میگم don't mention it. mention بچه یعنی ذکر کردن، نام بردن. دقت کنید وقتی یه نفر شما رو داخل اینستاگرام استوری میکنه میزنه someone mentioned you. درسته؟ یعنی از تو نام برد، از تو یاد کرد. don't mention it همون خواهش میکنم خودمونه، همون you're welcome، فقط داریم به این شکل دیگه بیان میکنیم. منتها چه مفهومی رو میرسه؟ میگه اصلا کاری نکردم که، اصلا بیان نکن، نیاز به گفتن نیست. don't mention it. don't mention it. فوق العاده کاربردیه بچه‌ها. اگه دوست داشتین تا الان ویدیو رو یا کلا حال کردین با چنلمون، میتونید سابسکرایب کنید و از زنگوله کنارش هم بزنید تا همیشه اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید. اگرم دوست نداشتین فدای چشای قشنگتون. stay away from me. stay away. stay بچه یعنی موندن. away یعنی دور. اوکی؟ stay away که میگم یعنی دور بمون. اوکی؟ یا دور باش. from گفتم یعنی چی؟ from از. درسته؟ آفرین. از من میگم از هم دور بمون، دور و برم نباش. stay away from me. stay away from me. God forbid. God که خداه. forbid هم بچه منظورش چیه؟ God for me خدا نکنه. فکر میکردی خدا نکنه داشته باشیم داخل انگلیسی؟ هر وقت خواستی بگی خدا نکنه میگی God forbid. God forbid خدا نکنه. money talks. money talks. money که یعنی پول بچه. talks صحبت کردنه. منظورش چیه؟ میگه آقا پول حرف اولو میزنه، پول حلال مشکلاته. با این جمله موافقین بچه‌ها؟ اگه موافقی باش کامنت کن. اگرم موافق نیستی به نظرت، خیلی دوستم دیدگاهتو بدونم، حتما برام کامنت کن. hang on a second. hang on a second. hang on بچه‌ها یعنی wait، یعنی صبر کن. اوکی؟ hang on یعنی صبر کن. a second یعنی یک ثانیه. second منظورش ثانیه است. hang on a second یه لحظه صبر کن. مثلا پای تلفنی داری صحبت میکنی، یه کاری پیش میاد، میگه hang on a second یه لحظه وایسا، یه لحظه صبر کن. never mind. never mind بچه یعنی مهم نیست، بی خیالش. مثلا یه گوشه نشستم تو حال خودم، هم ناراحتم، دوستم میاد بهم میگه چی شده؟ همین میگم never mind، مهم نیست، بی خیالش. never mind. what's a pity یا what a pity. what که گفتیم بچه یعنی چه. pity بچه برای احساس دلسوزیه. میخوای دلسوزی تو بیان کنی میگی what a pity یعنی چقدر حیف شد، میخوای دلسوزی کنی. what a pity. یا what's a pity که معمولا what a pity هم میگن. what a pity یعنی چقدر حیف شد، نکنه داری دلسوزی میکنی. please یعنی لطفاً. accept با من تکرار کن. accept یعنی قبول کن، لطفاً قبول کن. my یعنی یه چیزی که مال منه. چیمو؟ my condolence. please accept my condolence یعنی چی condolence؟ تسلیت. میگم لطفاً تسلیت منو بپذیر. please accept my condolence لطفاً تسلیت منو بپذیرید. فوق العاده جمله کاربردی بود. اگه تا الان جملات دوست داشتی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی. what a shame. what یعنی چه. اوکی چه چیزی. a shame. shame بچه یعنی شرم، از شرم میاد. what a shame یعنی چه شرم‌آور. what a shame چقدر شرم‌آوره. اوکی. how awful. how یعنی چقدر بچه یا چطور. how awful یعنی وحشتناک یا افتضاح. how awful یعنی چه افتضاح، چه وحشتناک.
How awful. چه افتضاح. How terrible. بچه how که گفتیم یعنی چقدر. Terrible هم بچه مثل awful میمونه یعنی خیلی بد، افتضاح. اوکی how terrible. وای چقدر وحشتناک، چه افتضاح. مثلا میگم دیروز یه تصادف دیدم، ماشین پشتک بارو زد، ملق زد، اصلا ماشین پود شد. بعد تو میگی oh how terrible، چقدر بد، چقدر وحشتناک. Give it another try. Give it بچه یعنی بده بهش. Another یعنی یکی دیگه. Try یعنی امتحان کردن. Give it another try یعنی دوباره امتحانش کن، یه بار دیگه امتحانش کن، یه شانس دوباره بهش بده. Give it another try. میبینم توی یه کاری هی داری تلاش میکنی موفق نمیشی، میخوام به دلداری بدم، میگم give it another try، یه بار دیگه امتحانش کن. Good for you. Good بچه یعنی خوب. For یعنی برای. You یعنی تو. Good for you یعنی چی؟ یعنی خوش به حالت، یعنی خوب بوده برات، خوش به حالت. Good for you. No problem. No یعنی نه. Problem یعنی مشکل. No problem منظورش چیه؟ مشکلی نیست. No problem مشکلی نداره، مشکلی نیست. So long. So long. میخوای خداحافظی کنی میتونی از این استفاده کنی، جای goodbye میتونی اینو بگی. So long یعنی به امید دیدار. So long. Beautiful day, isn't it? Beautiful بچه ها یعنی زیبا. Day یعنی روز. Beautiful day یعنی روز زیباییه. Isn't it؟ نه. این isn't it بچه ها داخل انگلیسی بهش میگن tag question، یعنی دنباله سوالی. چی کار میکنه؟ میخوای از یه نفر تاییدیه بگیری، خودت یه چیزی رو میدونی یا میخوای اون نفرم تاییدش کنه. مثلا یه دختر داره رد میشه، میگم خوشگله. نه نکن این نه رو برای چی میگم؟ میخوام دوستم تاییدیه بگم، اونم نظرش همینه، میگم she's beautiful isn't she. بخواه همین سادگی. یا یک پسر داره رد میشه، خوشتیپه، میگی چی؟ خوشتیپا. نه he's handsome isn't he. این isn't he آخرش هم نه خودمونه داخل فارسی. نه اینجا هم همینه. beautiful day isn't it. روز زیباییه. اینطور نیست؟ نه. بعد تو حالا تایید میکنه، اگه هست که میگی yes it is، اگه نیستم که میگی no it isn't. Get out of my sight. Get out بچه یعنی از یه جایی برو بیرون. اوکی از یه جایی خارج شو. از کجا؟ My sight. sight بچه یعنی دیدگانم، همون چشمات منظورته. My sight یعنی دیدگانم، چشمام. Get out of my sight به نظرت معنیش چیه؟ یعنی از جلوی چشام دور شو، نمیخوام ببینمت. Get out of my sight. Get out of my sight. بچه این جملات فوق العاده کاربردی هم، اگه دوست دارین لایک کنید تا متوجه بشم که چه سبکی از ویدیوها رو شما دوست دارین و بتونم اونو بیشتر براتون تولید کنم. Have a nice day. Have یعنی داشته باشی. اوکی کلا وقتی میگه have something یعنی یه چیزی داشته باشی. چی داشته باشی؟ Nice یعنی یه چیز خوب. Nice خوبه یا قشنگه. Day روز. Have a nice day روز خوبی رو داشته باشی، روز قشنگی داشته باشی. Have a nice day. Say یعنی بگو. Goodbye. Goodbye هم goodbye خداحافظی، درسته؟ خداحافظی کن. To him با اون مرده. him بچه یعنی اون آقای، اون پسره یا مرده، یعنی مذکر کلا. Say goodbye to him. از اون خداحافظی کن یا بهش خداحافظی بگو. مثلا داری از مهمونی خارج میشی، مامانا دیگه باش خداحافظی کن، با اون خداحافظی کن. Say goodbye to him. حالا اگه بخواد بگه که با اون خانومه خداحافظی کن، میگه say goodbye to her. H-E-R بچه. Say goodbye to her. have بازم نگاه کن داره میگه یه چیزی داشته باشی. چی داشته باشی؟ safe trip. safe بچه یعنی امن، بی خطر. trip یعنی سفر. have a safe trip یعنی سفر بی خطر یا سفر امنی رو داشته باشی. take care. take care یعنی مراقب خودت باش. داری خداحافظی میکنی با این نفر، میگی مراقبت کن. take care مراقب خودت باش. stay یعنی بمون. اوکی stay بمون. in touch. in touch بچه یعنی در تماس. اوکی stay in touch یعنی در تماس باشیم. اوکی با هم دیگه باز ارتباط رو داشته باشیم. stay in touch. give my regards. give یعنی بده چی رو؟ my regards. my regards داخل فارسی هم منظورشه که سلام منو برسون. اوکی سلام منو برسون. give my regards. give my regards. Don't make excuses.
بچه make یعنی یه چیزی رو درست کن یا یه چیزی بگو. خب don't make don't چیکار میکنه؟ منفیش میکنه، درسته؟ یعنی یه کاری نکن. چیکار نکن؟ excuses. don't make excuses. excuse بچه ها یعنی بهانه. اینجا جمع میگه بهونه ها رو نیار. don't make excuses یعنی بهونه نیار. یه نفر تکلیف ننوشته، بهونه الکی میفهم داره میگه، میگم don't make excuses. بهونه نیار. That depends. That یعنی آن، depends. depends بچه یعنی بستگی داشتن. That depends بستگی داره. مثلا یه نفر میگه این کارو کنم اشکال نداره، میگم that depends. That depends یعنی بستگی داره. I changed my mind. I changed my mind. بچه I که یعنی من، change یعنی تغییر دادم، عوض کردم. ایدی داره آخرش بچه گذشته است، به خاطر همین میگم عوض کردم یا تغییر دادم، نمیگم تغییر میدهم، چون ایدی داره پس این جمله گذشته است. چی رو عوض کردم یا تغییر دادم؟ my mind. چیمو؟ ذهنیتمو، نظرمو. my mind یعنی ذهنیتم، نظرم. I changed my mind یعنی نظرمو تغییر دادم، نظرمو عوض کردم یا نظرم عوض شد. Can you یعنی تو میتونی یا میشه یه کاری کنی برام، میخوام یه نفری درخواست کمک کنم. Can you میشه که help me. help کمک کردنه. me هم یعنی من. Can you help me یعنی میتونی کمکم کنی. Can you help me میشه که کمکم کنی. تا الان اگه ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که چنل سابسکرایب کنی، به دوستاتم ما رو معرفی کنی تا اونا هم بدون نیاز به کلاس زبان و پرداخت هزینه بتونن کلی جمله و لغات انگلیسی یاد بگیرن. Will you. will بچه ها نشونه آینده است. اوکی؟ will میبینم میفهمم که این جمله نشون دهنده آینده است. will you میگم که آیا تو do me یه کاری برام میکنی. چی کار؟ a favor. do me a favor بچه ها فوق العاده کاربردیه. favor یعنی لطف. will you do me a favor یعنی میشه یه لطفی به من کنی. will you do me a favor یعنی میشه که یک لطفی به من بکنی. favor یعنی لطف. will you do me a favor. Is this your first time? Is میگم آیا this این your first time. first time بچه یعنی بار اول. time یعنی بار. first یعنی اولین. اوکی؟ Is this your first time یعنی آیا این اولین بارته؟ این اولین بارته؟ Is this your first time? What do you do? What که گفتیم بچه ها یعنی چی. Do you هم نکن. do اینجا فقط برای سوالی کردن. you یعنی تو. do بعدیش یعنی انجام دادن. منظورش چی کارا میکنی، چی کارا انجام میدی. یا معنای اصلی که داره همیشه استفاده میکنن این سوالو براش، شغلت چیه. اوکی؟ کلا چی کار میکنه هم منظورت شغلته دیگه. What do you do؟ شغلت چیه؟ حالا میخوای جواب بدی، مثلا من میگم I'm a teacher. من یک معلمم. How long یعنی چه مدت. اوکی؟ How long یعنی چه مدت. Does it این take میگیره. take بچه گرفتن. How long does it take میگه چقدر طول میکشه. اوکی؟ چقدر زمان میبره. How long does it take چقدر طول میکشه. حالا جمله کاربردی با این براتون بگم. مثلا سوار ماشینی، یه نفر دیگه راننده است، میخوای بپرسی مثلا چقدر تا فلان جا طول میکشه، مثلا چقدر تا مشهد طول میکشه، میگم How long does it take to مشهد. اوکی؟ یه تو میذارم بعد مقصدی که میخوام. How long does it take to مشهد. یا مثلا میخوام بپرسی تا اصفهان چقدر طول میکشه. How long does it take to اصفهان. به همین سادگی بچه، امیدوارم که دوست داشته بوده باشید. It takes 2 hours. حالا اون میخواد جواب بده، اون راننده به تو میگه it takes میگه میبره، زمان میبره. 2 hours. hours بچه یعنی ساعت. It takes 2 hours یعنی 2 ساعت زمان میبره. حالا اگه 5 ساعت زمان میبره میگه it takes 5 hours. فقط کافیه قبل از hours عددو بذاری. It takes 5 hours. به همین سادگی. Can I یعنی میشه یا میتونم که. Help you. help کمک کردنه. you هم که توی. Can I help you یعنی میتونم کمکت کنم. Can I help you میتونم کمکت کنم. It can. it بچه یعنی این. can یعنی میتونه. اوکی؟ میگه این میتونه که happen اتفاق بیفته. happen بچه اتفاق افتادنه. to یعنی برای anyone هر کسی. میتونه برای هر کسی اتفاق بیفته، میتونه برای هر کسی پیش بیاد. مثلا میگه تصادف کردم خیلی بد بوده، میگم it can happen to anyone. It can happen to anyone میتونه برای هر کسی پیش بیاد. طبیعیه.
Who's speaking. Who's بچه ها یعنی چه کسی. Speaking صحبت میکنه. Who's speaking میگم چه کسی داره صحبت میکنه. یه نفر بهت زنگ زده نمیشناسیش میتونی از این جمله استفاده کنی. Sorry who's speaking. ببخشید کیه که داره صحبت میکنه. جناب عالی. What's wrong with it. What's بچه ها میگه چیه. اوکی What's چیه. Wrong مشکل یا ایراد. Wrong مشکل یا ایراد. With it میگه مشکل این چیه. With it with بچه ها یعنی با it هم یعنی این. What's wrong with it یعنی مشکل این چیه. ایرادش چیه. What's wrong with it. What did you say. What میگم چی. Did you که میخوام سریعترش بگم. Did you صدای ج ایجاد میشه. What did you say. say هم که گفتنم. What did you say چی گفتی. did اینجا بچه ها جمله رو سوالی میکنه و ما چی میفهمونه. این که باید سوالتو گذشته بپرسی. معنای گذشته کنه. نکن did بچه ها برای گذشته استفاده میشه. What did you say چی گفتی. نمیگم چی میگی یا نه. What did you say چی گفتی. مثلا 2 دقیقه پیش چی گفتی. 2 روز پیش چی گفتی. 1 هفته پیش چی گفتی. برمیگرده به گذشته. ربطی به آینده و حال نداره. What did you say. Whose turn is it. Whose بچه ها یعنی مال کیه. Turn یعنی نوبت. وقتی میگم whose turn is it یعنی نوبت کیه. Whose turn is it نوبت کیه. It's هست. Your turn. Turn گفتیم نوبت. Your turn نوبت تو. کلا your یعنی یه چیزی که مال توه دیگه. درسته. It's your turn نوبت توه یا نوبت شما هستش. It's your turn. اگه تا الان ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که با یه لایک ما رو خوشحال کنی. Go easy on that. Go easy یعنی آسون بگی. Go یعنی برو. Easy یعنی آسون. Go easy منظورش اینه که آسون بگیر. سخت نگیر. On that. به اون. اوکی on that. سخت نگیرش. بیخیال. Go easy on that. Why یعنی چرا. Why یعنی چرا. Did you گفتم نکنه د به وای ختم میشه. وقتی میخوام سریع بگم صدای ج ایجاد میکنه. Why did you میگم چرا تو. دید اینجا بچه ها سوالی میکنه و به ما میفهمونه که جملهمون گذشته است. اوکی دید اومده گذشته است. میگم why did you چرا تو. do that do انجام دادنه. میگم why did you do that چرا اون کارو کردی. چرا اونو انجام دادی. why did you do that. anything wrong anything wrong anything بچه ها یعنی چیزی. wrong یعنی مشکل یا اشکال. وقتی میگم anything wrong یعنی مشکلی پیش اومده. مشکلی هست. چیزی ایرادی داره. anything wrong. What's the matter. What's بچه ها یعنی چیه. The matter. matter مشکل یا موضوع. What's the matter موضوع چیه یا مشکل چیه. مثلا یکی از جایی که این جمله خیلی کاربرد داره وارد مطب میشینه. وارد مطب دکتر میشین. دکتر میگه What's the matter موضوع چیه یا مشکل چیه. چرا اومدی اینجا. What's the matter. What's the matter with you. اینم همونه نکنید بچه. What's the matter رو داره. مشکل چیه رو داره. With you تو. اوکی you یعنی تو. With you یعنی میگه مشکل تو چیه. What's the matter with you چت شده. موضوع چیه. مشکلت چیه. چه اتفاقی افتاده. What's the matter with you. What do you mean. What بچه ها میگه چیه. What do you برای سوالی کردن فقط. What do you mean بچه ها منظوره. What do you mean میگه منظورت چیه. What do you mean منظورت چیه. anything else. رفتی مثلا یه فست فودی میگه یه ساندویچ میخوام سیب زمینی میخوام. بعد فست فودی میگه anything else چیز دیگه هم میخوای. چیز دیگه ای میل داری یا امر دیگه ای هم داری. anything else یعنی دیگه. anything هم یعنی چیزی. میگه چیز دیگه ای هم هست. is everything okay. is میگه بچه آیا. everything یعنی همه چیز. everything یعنی همه چیز. okay هم که هم okay. میگه همه چیز اوکیه. همه چیز خوبه. is everything okay همه چیز خوبه. it doesn't matter. it doesn't matter بچه اینجا معنای مهم بودنه. وقت اگه بگه it matters یعنی مهمه ولی چون doesn't اومده جمله رو منفی میکنه. it doesn't matter یعنی مهم نیست. اهمیتی نداره. it doesn't matter. I don't mind. I mind بچه ها یعنی من اهمیت میدم. برام مهمه. mind بچه ها اهمیت دادن اینجا. I don't mind. don't چی کار میکنه جمله رو منفی میکنه. آفرین. I don't mind اهمیت نمیدم. مهم نیست برام. I don't mind.
It's یعنی این هست. Very خیلی بچه very برای شدت دادن یعنی خیلی kind of you. kind بچه اینجا یعنی لطف و مهربانی. It's very kind of you یعنی این نظر لطف تو این مهربونی تو رو میرسونه. It's very kind of you. What happened? What یعنی چی درسته؟ Happen یعنی اتفاق افتادن. وقتی میگم what happened یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ فوق العاده این جمله کاربردیه. شما در طول روز چند بار میپرسی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خیلی کاربرد داره. What happened؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ اگه دوست داشتی میتونی چنل رو سابسکرایب کنی تا از این دست جملات و ویدیوها رو از دست ندی. That's not true. That's بچه‌ها یعنی آن هست. ولی نگاه کنید هر وقت بعد از امایز آر not بیاد منفیش میکنه. That's not یعنی نیست. That's not true. True یعنی درست. اوکی؟ That's not true یعنی درست نیست یا حقیقت نداره. That's not true. درست نیست یا حقیقت نداره. I see یعنی متوجه شدم که اینطور. حالا میبینم چی میگی. see بچه معنای دیدن داره ولی وقتی میگم I see یعنی میگیرم چی میگی. متوجهم. I see I don't feel well. I feel بچه یعنی حسی دارم. اوکی I don't feel یعنی حسی ندارم. Well یعنی خوب. I don't feel well یعنی حس خوبی ندارم. حالم خوب نیستش. I don't feel well حالم خوب نیستش. I get it. I یعنی من. Get معنای گرفتن داره. It هم که یعنی این. I get it یعنی میگیرم چی میگی. فهمیدم. I get it. فهمیدم چی شد. گرفتم. تو فارسی هم میبینی میگه گرفتم منظور چیه که فهمیدم. درسته؟ I get it هم همینه. Get گرفتن معناش. ولی وقتی میگه I get it یعنی منظورت اینه که فهمیدی. What does this mean? What یعنی چی؟ does هم اینجا فقط برای سوالی کردن اومده. هیچ معنایی نداره. This یعنی این. mean اینجا معنا داشتن. پس mean بچه دو تا معنی داشت. یکی منظور بود. یکی دیگه معنیه. What does this mean یعنی معنی این چیه؟ What does this mean معنیش چیه؟ مثلا تو کلاس معنی یک کلمه رو نمیدونی میگی What does this mean What does this mean Think about you Think about البته اینجا think about it هستش بچه. Think بچه یعنی فکر کن. About یعنی راجب یا درباره. It هم که یعنی این. Think about it یعنی دربارش فکر کن. راجبش فکر کن. Think about it. In my opinion in یعنی در. my یعنی یه چیزی که برای منه. opinion یعنی نظر. In my opinion یعنی به نظر من. In my opinion یعنی به نظر من. هر وقت خواستی یک چیز رو بیان کنی و به سلیقه کسی هم بر نخوره میتونی از این جمله استفاده کنی. In my opinion یعنی به نظر من. What's your opinion What's یعنی چیه. Your یعنی یه چیزی که مال توه. Opinion هم که گفتیم نظر. What's your opinion یعنی نظر تو چیه. What's your opinion نظرت چیه. I'm یعنی من هستم. حالا اگه بخوام منفیش کنم امایزا رو گفتیم با چی منفی میشه؟ با not. I'm not یعنی من نیستم. چی نیستم؟ Sure مطمئن. I'm not sure مطمئن نیستم. I'm not sure. Forget it Forget یعنی فراموش کردن بچه ها. Forget it یعنی فراموشش کن. Forget it فراموشش کن. It rings a bell to me بچه ها ring بچه ها یعنی به صدا در آوردن. bell یعنی زنگوله. It rings a bell to me یعنی چی؟ یعنی برام زنگوله به صدا در میاره. نه یک اصطلاحه. منظورش اینه که برام آشناست. یه تقهی تو ذهنم میزنه. It rings a bell to me برام آشناست. It makes no difference Difference بچه ها یعنی تفاوت. It makes no difference یعنی تفاوتی نداره. اون نوع جمله رو منفی کرده. It makes no difference تفاوتی برام نداره. تفاوتی ایجاد نمیکنه. Let me see Let بچه ها یعنی بذار. Let me یعنی بذار که من. See ببینم. Let me see بذار ببینم. Let me see. Let me know Let me گفتیم یعنی چی؟ یعنی بذار که من یه کاری کنم. درسته؟ Let me know دونستنه. Let me know یعنی بذار که بدونم. منظورش اینه که خبرم کن. آگاهم کن. Let me know. I will do it myself Will بچه ها نشونه آینده است. I will do یعنی انجام خواهم داد. که یا انجامش میدم.
myself خودم انجامش میدم. I will do it myself خودم انجامش میدم. چرا اینجا will اومده؟ چون قصد دارم انجامش بدم، برای آینده است. درسته الان که انجامش ندادم یا قبلا که انجامش ندادم، برای بعد از الانه. هر زمانی بعد از الان میشه آینده بچه‌ها. leave me alone. leave بچه‌ها این ترک کردن، ول کردن. me یعنی منو، میگه leave me میگه منو ول کن. alone تنها، میگه منو تنها بذار. alone یعنی تنها. leave me alone تنهام بذار. look out. look out. look بچه به معنای دیدنه، out به معنای بیرونه. look out یعنی مواظب باش. اوکی؟ مراقب باش. look out مواظب باش. don't worry. don't worry. worry بچه نگران بودنه. don't منفی میکنه. don't worry نگران نباش. میبینم یک نفر مثلا نگرانه، میگم don't worry. don't worry نگران نباش. take it easy. take it یعنی بگیرش. easy آسون، یا آسون بگیرش، سخت نگیر. take it easy. take it easy سخت نگیر. hold on please. hold on یعنی صبر کن. please هم یعنی لطفاً. hold on please گوشی لطفاً، منظورش اینه که وایسا یه لحظه لطفاً. پای گوشی میگه hold on please یه لحظه وایسا، گوشی لطفاً. who's next. who's یعنی چه کسی. next یعنی بعدی. who's next یعنی نفر بعدی چه کسیه. who's next نفر بعدی کیه یا چه کسیه. I'm یعنی من هستم ولی بعدش not اومده، معناش منفی میشه. I'm not یعنی من نیستم. چی نیستم؟ ready yet. ready یعنی آماده بودن. yet یعنی هنوز. I'm not ready yet هنوز آماده نیستم. I'm not ready yet. Are you میگم آیا تو free. free بچه یعنی آزاد. میگم free هستی، آزاد هستی، وقتت آزاده. today امروز. Are you free today امروز وقتت آزاد هست، امروز آزاد هستی. Are you free today. with pleasure. with یعنی با، pleasure یعنی کمال میل. with pleasure با کمال میل. یه نفر میگه با هم میرقصیم، میگه with pleasure با کمال میل. my pleasure یا اینو میگن my pleasure. my یعنی چیزی که مال منه. pleasure یعنی مایه خوشحالی منه، باعث افتخار منه. my pleasure با من میرقصی. my pleasure باعث افتخارمه، مایه خوشحالیمه. what's in your mind. mind بچه یعنی ذهن. what's یعنی چه چیزی. in your mind یعنی داخل ذهنت چیه. in یعنی داخل. what's in your mind تو ذهنت چیه، چی تو ذهنت میگذره. what's in your mind. no kidding. kidding بچه یعنی شوخی کردن. no kidding منفیش میکنه، شوخی نمیکنم. no kidding شوخی ندارم، شوخی نمیکنم. no kidding. between you and me. between بچه یعنی بین، یعنی میانه. اوکی؟ میانه you تو and یعنی و me من، میان تو و من باشه، یعنی بین خودمون بمونه. between you and me. what else. what بچه یعنی چی. else گفتیم یعنی دیگه. what else یعنی دیگه چی. do you تو، do فقط برای سوالی کردن اومده، معنا نداره. میگه دیگه چی تو need نیاز داری. what else do you need دیگه چی نیاز داری. what else do you need. I have no idea. I have یعنی دارم ولی با چون no اومده منفیش کرده، یعنی idea هم یعنی ایده یا نظر بچه. I have no idea یعنی هیچ ایده و نظری ندارم. I have no idea هیچ ایده‌ای ندارم، هیچ نظری ندارم. اگه تا الان ویدیو رو دوست داشتی و لایق دونستی، خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب از کانال ما که کانال خودتونه حمایت کنید. well done آفرین. well done بچه یعنی آفرین. یه نفر مثلا تکلیفاشو خوب انجام میده، بهش میگن اوه آفرین well done. well done. so what. so یعنی پس. what هم که یعنی چی. so what یعنی خب که چی. so what خب که چی. خیلی باحاله، خیلی جمله دوست داشتنیه. this painting. painting بچه یعنی نقاشی. وقتی میگم this painting یعنی این نقاشی. this یعنی این. is هست. incredible. incredible بچه یعنی باور نکردنی یا شگفت انگیز. با من تکرار کن. incredible یعنی باور نکردنی. پس این نقاشی باور نکردنیه یا شگفت انگیزه. This painting is incredible.
Have you been یعنی بودی یه جایی یا رفتی تا حالا یه جایی. کجا؟ To a museum. Museum یعنی موزه. Lately یعنی اخیراً. میگم اخیراً موزه رفتی. این آخری ها موزه رفتی. Have you been to a museum lately? I love یعنی من عاشقم. عاشق چی؟ Traditional Persian music. Traditional بچه ها یعنی سنتی. Traditional به چیزای سنتی میگن. Persian که یعنی فارسی. Music هم یعنی موسیقی. میگه من عاشق موسیقی سنتی فارسی هستم. I love traditional Persian music. Let's go. کلا بچه ها let's یعنی بیا یه کاری کنیم. وقتی میگه let's go یعنی بیا بریم. اگه بگه let's watch یعنی بیا که ببینیم. اگه بگه let's play یعنی بیا بازی کنیم. پس let's کلا یعنی بیا که یک کاری انجام بدیم. Let's go یعنی بیا بریم. See a play tonight. See ببینیم. A play یعنی یک تئاتر بچه ها. یک نمایش، یک شو. Tonight امشب. میگم امشب بیا بریم تئاتر ببینیم. Let's go see a play tonight. Whose که who یعنی چه کسی و بهش is چسبیده ولی اینجا کوچولو شده whose. جا این که بگه who is گفته whose یعنی چه کسی است. Your favorite. Favorite باشه یعنی مورد علاقه. Your favorite یعنی مورد علاقه. میگه مورد علاقه چیه؟ چه چیز مورد علاقه؟ Artist. Artist یا همون هنرمند مورد علاقه کی هستش؟ Who's your favorite artist. هنرمند مورد علاقه کیه؟ حتما برام کامنت کن اگه دوست داشتی. This sculpture is so detailed. بچه sculpture یعنی مجسمه. This هم که یعنی این. This sculpture یعنی این مجسمه is هست. So detailed. So یعنی خیلی. Detail بچه به معنای جزئیاته ولی اینجا گفته so detailed یعنی پر از جزئیات هستش. این مجسمه خیلی پر جزئیاته. پر نقش و نگاره. This sculpture is so detailed. I want to بچه یعنی میخوام که okay? I want to یعنی میخوام که learn یاد بگیرم to play که بزنم the guitar میخوام یاد بگیرم که گیتار بزنم. I want to learn to play the guitar. The festival بچه همون فستیوال داخل فارسی هم میگن یا جشنواره. Was یعنی بود. So much fun. So much یعنی خیلی بچه داره شدت میده. خیلی چی بود؟ Fun. باحال بود. خیلی fun بود. جشنواره خیلی باحال بود. The festival was so much fun. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که با یه لایک از ما حمایت کنی. اگر دوست داشتی میتونی سابسکرایب کنی تا ویدیوهای اینجوریمون از دست ندی. Do you enjoy poetry? Enjoy بچه لذت بردنه. وقتی میگم do you enjoy سوالیه. لذت میبری از چی؟ Poetry یعنی شعر. Poetry بچه یعنی شعر. میگم از شعر لذت میبری یا شعر دوست داری. Do you enjoy poetry? This book changed my life. This book بچه یعنی این کتاب changed تغییر داد یا عوض کرد چی رو؟ My life. Life یعنی زندگی. My life یعنی زندگیمو. این کتاب زندگیمو عوض کرد. This book changed my life. Are you coming یعنی میای. Come بچه یعنی اومدن ولی وقتی میگه are you coming یعنی میای. To the party یعنی به پارتی یا به مهمونی. به مهمونی میای. Are you coming to the party به مهمونی میای. Let's گفتیم یعنی بیا یه کاری کنیم درسته. Through یعنی بندازیم چی. A surprise party. Surprise همون سورپرایز خودمونه. پارتی هم که مهمونی. میگه آقا بیا یه مهمونی غافلگیر کننده بپا کنیم یا یک مهمونی برپا کنیم. Let's throw a surprise party. Bring یعنی بیار. اوکی؟ Bring بچه یک verb هستش یا همون فعل یعنی بیار. Some snacks. Some یعنی یه مقدار snacks. Snack همون تنقلات میان وعده هایی که میخوریم. Please لطفاً. Bring some snacks please. یکم تنقلات بیار لطفاً. The music یعنی آهنگ یا موسیقی is هست too loud here. Loud یعنی بلند. تو بهش شدت میده یعنی خیلی بلنده. Here اینجا. صدای موسیقی اینجا خیلی بلنده. The music is too loud here. Who else is invited? Who else بچه یعنی دیگه کی. Who یعنی کی یا چه کسی. Else یعنی دیگه. Who else یعنی دیگه چه کسی یا دیگه کی
is invited یعنی دعوت شده. دیگه کی دعوت شده؟ Who else is invited؟ I'll bring اون دوتا الی که میبینید بچه ها نشون دهنده آینده است. کوچولو شده will هستش. will فقط نشون میده که جملتون در آینده اتفاق میفته. مثلا I will bring یعنی میارم. الان نه، حالا 2 ساعت دیگه، 2 دقیقه دیگه، الان نیست، بعد از این زمانه. I'll bring یعنی میارم a bottle of juice. bottle یعنی یک بطری of juice یعنی آب میوه. یه بطری آب میوه میارم. I'll bring a bottle of juice. Let's dance together. Let's یعنی بیا، dance برقصیم، together با هم. بیا که با هم برقصیم. What time یعنی چه تایمی یا چه ساعتی does it start. Does it یعنی این start شروع میشه. چه ساعتی این شروع میشه یا ساعت چند شروع میشه. What time does it start. It's یعنی این هست یک small کوچیک. چه چیز کوچیکیه؟ Get together بچه یعنی دور همی. Together یعنی با هم. Get together یک دور همیه. میگم it's a small get together. یه دور همیه کوچیکه. Thanks for یعنی ممنون بابته. بعد چیزی که بابتش تشکر میکنی رو بعدش میگی. مثلا Thanks for inviting me. ممنون بابت دعوت کردنم. مرسی که دعوتم کردی. Thanks for inviting me. خیلی این جملات کاربردی هم بچه‌ها داخل مکالمه و محیط‌های مختلف میتونین ازشون استفاده کنین. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی با لایک و سابسکرایب از کانال ما که کانال خودتونه حمایت میکنین و ویدیوهای بعدی رو هم از دست نمیدین. Did you نکنید بچه‌ها این did youه، ولی وقتی د به وای ختم میشه صدای ج ایجاد میشه موقع سری گفتنش. Did you یعنی یه کاری کردی. چی کار؟ hear یعنی شنیدی. Did you hear شنیدی. دید گذشته است بچه‌ها، نمیگم میشنوی یا نه. Did you hear شنیدی. The latest news. The latest بچه‌ها یعنی آخرین. Latest یعنی آخرین. News یعنی اخبار. میگم آخرین اخبار رو شنیدی. Did you hear the latest news. What's happening in the world. What's یعنی چه چیزی. happen بچه اتفاق افتادنه، ولی اینجا ما ing داریم. چرا؟ هر وقت اما ایز آر داشتیم که قبل از happening ما ایز داریم، کوچولو شده apostrophe f. پس ایز داریم و فعلمون که اینجا happen است ing داره، زمان present continuous هستش یا همون حال استمراری، یعنی همین الان داره اتفاق میفته. وقتی میگم what's happening یعنی داره چه اتفاقی میفته، همون داره هست. اوکی، داره چه اتفاقی میفته. از کجا فهمیدم بچه این چیزی رو معنی کنم؟ هر وقت ام و ایز آر داشتی و فعلت ing دار بود بعد این شکلی معنی کنی. پس چه اتفاقی داره میفته؟ in the world داخل جهان یا تو دنیا. توی دنیا چی داره اتفاق میفته؟ چی داره میگذره؟ What's happening in the world. I read an interesting article today. read بچه یعنی خوندن. وقتی میگم I read یعنی میخونم. an interesting یه چیز جالب. ولی اینجا اگه گذشته باشه، گذشته read بچه میشه read. همین شکلی نوشته میشه ولی read خونده میشه. پس I read an interesting یعنی یه چیز جالب خوندم. interesting یعنی جالب. چه چیز جالبی خوندم؟ article بچه یعنی مقاله. میگم یک مقاله جالب خوندم today. امروز یه مقاله جالب خوندم. I read an interesting article today. They just found a new species. یعنی چی؟ species بچه یعنی یک گونه. new species یعنی یک گونه جدید. خب میگه they آنها just یعنی به تازگی found پیدا کردن. چی؟ یک گونه جدید. اونا یک گونه جدید پیدا کردن به تازگی. They just found a new species. The economy بچه یعنی اقتصاد. The economy is improving بچه یعنی بهتر داره میشه. چرا دارم باز داره میارم؟ چون ناکن is دارم و improve که به معنای بهتر شدنه وربمونه اینجا ing گرفته. improving یعنی اقتصاد داره بهتر میشه. The economy is improving. What's trending online What's trending بچه یعنی چی ترنده؟ آنلاین یعنی چی توی اینترنت یا چی توی فضای آنلاین ترند هستش. باز نکنید ing داره اینجا، میگم در حال حاضر. پس سوالم مربوط به همین الانه. Present continuous. What's trending online چی توی اینترنت ترنده. There is یعنی هست که کوچولو شده there's
A big event بچه یعنی رویداد. big یعنی بزرگ. There's a big event یعنی یه رویداد بزرگ هست. tomorrow فردا یک رویداد بزرگ قرار رخ بده. There is a big event tomorrow. I saw it. saw بچه گذشته see هستش. see به معنای دیدن. saw یعنی دیدم. پس چی دیدم؟ I saw it دیدمش on TV توی تلویزیون. TV یعنی تلویزیون بچه. Last night یعنی شب. Last night یعنی دیشب. میگم دیشب توی تلویزیون دیدمش. I saw it on TV last night. Can you update me? Can you یعنی میتونی یا میشه که update me. update یعنی بروز کردن. میام که یعنی من میگم میشه که منو آپدیت کنی، بروز کنی. Can you update me? It's all over social media. بچه all یعنی همه. اوکی وقتی میگه it's all یعنی همش. over social media میگه همش توی سوشال میدیاست. سوشال میدیا یعنی شبکه‌های اجتماعی. میگم توی همه شبکه‌های اجتماعی هستش. It's all over social media. توی همه شبکه‌های اجتماعی ترند الان هستش. Do you have به معنای داشتنه. وقتی میگم do you have سوالیه یعنی داری چی. This اینو میگم do you have this اینو داری. In blue تو رنگ آبی. یه تیشرت دیدی خوشت اومده میخوای بپرسی رنگ آبیشو داری. میگی do you have this in blue رنگ آبیشو داری. حالا خواستی رنگ قرمزشو بپرسی داره یا نه میگی do you have this in red رنگ زردشو خواستی. do you have this in yellow فقط کافیه که رنگو عوض کنین بچه. I need یعنی من نیاز دارم یا لازم دارم. a gift یک هدیه. for my friend for برای my friend یعنی دوست. my friend یعنی دوستم. میگم به یک هدیه برای دوستم نیاز دارم. برای دوستم یه هدیه لازم دارم. I need a gift for my friend. Is this میگم آیا این هست on sale. sale بچه یعنی حراج یا تخفیف. میگم این توی حراجه یا توی تخفیفه. Is this on sale این حراجه. Can I یعنی میتونم try امتحان کنم. this on try this on بچه میگم میتونم اینو امتحان کنم. منظورش چیه؟ میتونم اینو پروف کنم. از این جملات بچه میتونید داخل لباس فروشی یا جایی که میخواین یه چیزی بخرین استفاده کنید. خیلی خیلی کاربردی ان. اگه دوستشون داشتین و لایق دونستین کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از این دست ویدیو رو از دست ندید. It's یعنی این هست. a bit یعنی یک کم یا یه مقدار. expensive گرون. It's a bit expensive یکم گرونه. وقتی یه چیزی رو داری میگیری قیمتش برات یکم مثلا گرونه از این جمله استفاده میکنی. It's a bit expensive یعنی یکم گرونه. Where's که کوچولو شده یه where is هستش یعنی کجاست. The checkout بچه همون صندوقه. میگه where's the checkout صندوق کجاست. میدونید کجا میتونید از این جمله استفاده کنید. دارین از هتل خارج میشین میخوایم برین مثلا دیگه کلیدا رو تحویل بدین، پاساتون رو بگیرین، پاسپورتاتون رو بگیرین. میگه where is the checkout صندوق کجا هستش. I'll take یعنی میگیرم. اوکی take بچه گرفتن. ویل هم نشون میده که در آینده میخوام این کارو کنم مثلا 2 دقیقه دیگه یا 2 ثانیه دیگه حتی. I'll take یعنی میگیرم 2 of these. 2 of یعنی 2 تا از these اینها. 2 تا از اینا رو میگیرم یا میخوام. I'll take 2 of these. Do you deliver میگم آیا شما deliver تحویلم میدین. deliver میکنید یعنی تحویل میدید. Do you deliver. I need یعنی لازم دارم یا نیاز دارم. A receipt بچه همون رسیده. میگم به یه رسید نیاز دارم. Please لطفاً. I need a receipt please. یه رسید نیاز دارم لطفاً. This is یعنی هست. A great deal. Great یعنی عالی. Deal یعنی معامله. This is a great deal یعنی این معامله عالیه. Oops یعنی گندی میزنیم مثلا میگه oops. داخل انگلیسی میگیم oops. I spilled my coffee. spilled بچه یعنی ریختم. اوکی ناخواسته بوده مثلا یهویی دستم تکون خوره ریخته مثلا. I spilled my coffee یعنی قهوه رو ریختم. خیلی خیلی جمله خفن و کاربردیه. Oops I spilled my coffee. قهوه‌مو ریختم. خیلی کاربردی بود. اگه خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید.
I forgot یعنی فراموش کردم. forgot بچه گذشته forget هستش. میگم فراموش کردم یا یادم رفت چی رو؟ What I was saying. What یعنی چیزی که I was داشتم saying میگفتم. چیزی که داشتم میگفتم و یادم رفت. خیلی باحاله. برای شما پیش اومده تا حالا؟ برای من که خیلی پیش میاد. I forgot what I was saying. چیزی که داشتم میگفتم و یادم رفت. That was یعنی اون بود. was بچه بودنه. So خیلی awkward. awkward بچه یعنی عجیب یا ناپسند. That was so awkward. اون خیلی عجیب بود یا خیلی زشت و ناپسند بود. معناهای خوبی نداره زیاد awkward بچه. Why یعنی چرا. Why is یعنی چرا این this happening اتفاق میفته. happen بچه اتفاق افتادن. باز اینجا چون ing داره یعنی داره اتفاق میفته. میگم چرا این داره اتفاق میفته. To me برای من. Why is this happening to me؟ چرا این داره برای من اتفاق میفته؟ تا حالا از این جمله تو زندگی استفاده کردی؟ You've got to یعنی تو باید یعنی تو حتما. Okay, got to بچه یعنی باید یا حتما. You've got to یعنی تو حتما be kidding me. kidding بچه یعنی شوخی کردن. میم یعنی با من داری شوخی میکنی. You've got to be kidding me. حتما داری شوخی میکنی با هم. You've got to be kidding me. حتما داری شوخی میکنی. خیلی جمله قشنگه. I just بچه اینجا معنای فقط نمیده. معنای به تازگی یا همین الان میده. میگه I just saw میگه همین الان دیدم یا به تازگی دیدم something یعنی یک چیزی یا یه چیز hilarious بچه یعنی بامزه یا خنده دار. میگم I just saw something hilarious. همین الان یه چیز بامزه دیدم. همین الان یه چیز خنده دار دیدم. I just saw something hilarious. This is یعنی این هست unbelievable. believable بچه یعنی قابل باور. آن میاد چیکار میکنه؟ منفیش میکنه. unbelievable یعنی غیر قابل باور، باور نکردنی. This is unbelievable. این باور نکردنیه یا غیر قابل باوره. I tripped over nothing. tripped بچه یعنی زمین خوردم. over nothing یعنی سر هیچی. یعنی الکی میگه الکی این اتفاق واسم افتاد. I tripped over nothing. الکی زمین خوردم. اشاره به حالتی داره که بدون هیچ گونه مانعی یه دفعه زمین میخوره. همینجوری الکی بدون دخالت هیچ چیزی. I tripped over nothing. سر هیچی زمین خوردم. My cat یعنی گربم stole گذشته steal هستش بچه به معنای دزدیدن. میگم گربم دزدید my ساندویچمو. My cat stole my sandwich. گربم ساندویچمو دزدید. What a crazy day. What بچه یعنی چه. crazy day یعنی روز. crazy یعنی دیوانه‌وار. میگم چه روز دیوانه‌واری. What a crazy day. You should یعنی تو بهتره که یا باید try harder. try یعنی تلاش کردن بچه. hard به معنای سخته ولی وقتی er داره معنای تر بهش اضافه میشه. سخت‌تر. You should try harder. باید سخت‌تر تلاش کنی یا بهتر تلاش کنی. You should try harder. Don't give up. give up بچه تسلیم شدن. اگه به این نفر بگم give up یعنی تسلیم شو یا ترکش کن. ولی اینجا چون don't اومده منفیش کرده. Don't give up یعنی تسلیم نشو. so easily بچه یعنی با آسونی. so یعنی خیلی. میگم به این آسونی یا به این قدر آسونی و زود تسلیم نشو. Don't give up so easily. Take it one step at a time. take بچه یعنی بگیر. one step یعنی یک قدم. at a time تو هر زمان. منظورش چیه؟ میگه تو هر زمان یک قدم بردار. آروم پیش برو. قدم به قدم پیش برو. نخون قدم‌های گنده برداری. take it one step at a time. be careful بچه یعنی مواظب یا مراقب. be careful یعنی مواظب باش یا مراقب باش. what you say که چه چیزی میگی. what یعنی چیزی که you say گفتنه. مواظب باش چی میگی. be careful what you say. save یعنی پسنداز کن یا نگه دار. some money یه مقدار money پول for later برای later بعدن. یکم پول برای بعد نگه دار. save some money for later. don't stress too much. استرس بچه هم استرس داشتنه. وقتی میگم don't stress یعنی استرس نداشته باش. too much خیلی زیاد. don't stress too much خیلی زیاد استرس نداشته باش.
try to stay positive. try بچه یعنی سعی کن. to stay که بمونی. positive بچه یعنی مثبت. میگم سعی کن که ذهنیتت مثبت نگه داری. سعی کن که مثبت بمونی. try to stay positive. تا اینجا کار بچه اگه لایق دونستید و دوست داشتین ممنون میشم که با سابسکرایب از چنل ما که چنل خودتون رو حمایت کنید و ویدیوی بعدی رو از دست ندید. ask بچه یعنی درخواست کردن. ask for help یعنی درخواست کمک دادن. ask for help یعنی درخواست کمک کن. if you need it. if یعنی اگه. یکی از کلمات بسیار کاربردی داخل انگلیسیه. if اگه you need it. you need بچه نیازش داری. میگه اگه لازم داری یا اگه نیاز داری کمک بخواه. درخواست کمک کن. ask for help if you need it. you'll figure it out. you'll بچه یعنی تو خواهی کرد چی کار؟ figure it out. figure out یعنی حل کردن بچه. figure out یعنی حل کردن. میگم بالاخره حلش میکنی. you'll figure it out. نگران نباش. حلش میکنی. you'll figure it out. و میدونم که دارم راجع به آینده حرف میزنم چون دوتا اله رو دارم. trust your بچه trust یعنی اعتماد کن. your به یه چیز خودت. به چی خودت؟ instincts یعنی چی؟ یعنی به غریزه خودت اعتماد کن. به حس خودت اعتماد کن. trust your instincts خیلی کاربردی بود. she has long black hair. she بچه یعنی اون دختره یا خانومه. کلا she بچه برای مؤنث استفاده میشه. برای خانوما یا دخترها. has یعنی داره. همون have بچه فقط حواستون باشه هر وقت کننده کار he, she یا it بودش بعد براشون has بگیم به معنای داشتنه. وقتی میگم she has یعنی اون دختره داره long black hair. long بچه یعنی بلند. black یک رنگه به معنای مشکی. hair یعنی مو. پس اون موهای بلند مشکی داره. she has long black hair. he is خب he اینجا برای آقایون یا پسرها استفاده میشه. پس she اوه برای دخترها یا خانومها. he هم همون اوه فقط برای پسرها یا آقایون استفاده میشه. ما داخل فارسی یک او داریم ولی در زبان انگلیسی 3 تا او داریم. یک او دیگه هم داریم به اسم it که برای حیوانات یا اشیا استفاده میشه. پس he is که کوچولو شده he is یعنی اون پسر هست. very kind یعنی مهربون. very میاد شدت میده بهش یعنی خیلی مهربون. and funny بچه یعنی بامزه. and هم یعنی و. پس اون پسر یا اون آقاه خیلی مهربون و بامزه است. he is very kind and funny. خب بچه they یعنی آنها و are اینجا کوچولو شده پس میشه there یعنی آنها هستن. چی هستن؟ always همیشه. اونا همیشه چی کار میکنن؟ late. اونا همیشه دیر هستن. همیشه دیر میان. late بچه یعنی دیر. پس they're always late یعنی اونا همیشه دیر میکنن. my boss is strict. boss بچه یعنی رئیس. وقتی میگم my boss یعنی رئیس من. رئیسم is هست strict بچه یعنی سختگیر. وقتی یه آدمی سختگیره میتونید از صفت strict استفاده کنید. مثلا I'm strict یعنی من سختگیرم یا she is strict یعنی اون دختره سختگیره. پس my boss is strict. he looks tired today. he بچه بازم یعنی اون آقاه. looks یعنی به نظر رسیدن. اوکی؟ پس he looks یعنی اون به نظر میاد که tired today. tired یعنی خسته است. اوکی؟ tired یک adjective یا صفت به معنای خسته. today امروز. پس امروز خسته به نظر میرسه. he looks tired today. she's super smart. she بچه یعنی اون دختره یا اون خانومه. is اینجا کوچولو شده she's یعنی اون دختره هست. super smart. super بچه برای شدت دادن یعنی خیلی. smart یعنی هوشمند یا باهوش. مثلا سمارت فون یعنی گوشی هوشمند. درسته؟ پس smart یعنی باهوش. she is super smart. اون دختره خیلی باهوشه. he talks too much. he بازم یعنی اون پسره.
talk بچه‌ها یعنی صحبت کردن. منتها چرا اینجا اس گرفته؟ چرا بعضی از فعل‌ها اینجا اس میگیرن بچه‌ها؟ مثلا اونجا هم هی داشتیم گفتیم looks، نگفتیم look. چرا؟ هر وقت کننده کارتون هی، شی و ایت بود یا همون او بود، بعد فعلی که میارید اس بگیره. اوکی؟ چرا؟ چون زمان simple present هست، حال ساده. هر وقت داشتین راجع به زمان حال صحبت می‌کردین، بعد این کارو انجام بدین. قانون بچه‌ها هی، شی، ایت اس میگیرن. پس he talks یعنی اون حرف میزنه. too much یعنی خیلی زیاد. اون زیادی حرف میزنه. he talks too much. اگه تا الان این جملات به نظرت برات کاربردی بوده، با یه لایک ما رو خوشحال کن. there یعنی بازم اونا هستن. they یعنی آنها. آرام کوچیک شده. there اونا هستن. really friendly بچه یعنی خونگرم، خوش برخورد. really میاد شدت میده یعنی خیلی. پس اونا خیلی خونگرم هستن یا واقعا خونگرمن. they're really friendly. my sister بچه یعنی خواهر. my sister یعنی خواهر من is هست shy یک صفت بچه adjective یعنی خجالتی. پس my sister is shy خواهرم خجالتیه. he's good at everything. he بازم یعنی اون آقاه. وقتی میگم he's یعنی اون آقاه هست. good at good بچه یعنی خوب. وقتی میگم good at یعنی توی چیزی خوبه. داخل چه چیزی خوبه؟ everything یعنی همه چیز. دقت کنید بچه ها نمیگم everything، نه غلطه. th صدای سه نمیده. th بعد زبونتون رو بذارین بین دندون ها و پشتش و هوا رو عبور بدین. everything اوکی؟ یعنی اون تو همه چیز خوبه. این گودت بچه خیلی کاربردیه. مثلا میتونم بگم من تو آشپزی خوبم. I'm good at cooking. تو آشپزی کردن خوبم. به همین سادگی با یه گودت میتونین کلی جمله بسازید. catch you یعنی میبینمت. اوکی؟ یا میگیرمت. later بعداً میبینمت. catch you later موقع خداحافظی میتونین از این جمله استفاده کنید. safe travels بچه یعنی سفر. اوکی؟ safe هم که یعنی امن یا بی خطر. مثلا پولتو میذاری یه جای safe، یه جای امن. safe travels همون سفر بی خطر خودمونه. وقتی یه نفر داره میره سفر میتونین از این جمله استفاده کنید و بهش بگین safe travels سفر بی خطر. talk بچه صحبت کردن یا حرف زدنه. soon هم یعنی به زودی. دقت کنید وقتی یک فیلمی میخواد بیاد میزنن coming soon یعنی به زودی میاد. talk soon یعنی به زودی حرف میزنیم با هم دیگه. talk soon. good night یعنی شب. وقتی میگم good night یعنی شب بخیر. good night شب بخیر. see you next next بچه یعنی بعد. week هم یعنی هفته. وقتی میگم next week یعنی هفته بعد. see you دیدن. see you میبینمت. هفته بعدی میبینمت. see you next week. have a safe trip. have یعنی داشته باشی. چی داشته باشی؟ safe trip یعنی سفر. safe هم که گفتیم یعنی امن. have a safe trip سفر امنی داشته باشی یا سفر خوبی داشته باشی. have a safe trip. الان نزدیک عید هم هست. خیلیاتون احتمال داره برین سفر. انشالله که have a safe trip. until next time. until بچه یعنی تا. اوکی؟ until یعنی تا. next یعنی بعد. time هم که یعنی دفعه یا بار. اوکی؟ until next time یعنی تا دفعه بعد. until next time تا دفعه بعدی. مثلا میخوای خداحافظی کنی میتونی از این جمله استفاده کنی. تا دفعه بعدی خدا نگهدار. until next time. خوشحال میشم که با یه سابسکرایب از چنل ما که چنل خودتون رو حمایت کنین و از این دست ویدیوهایی که میذاریم از دست ندین. farewell for now. farewell بچه همون goodbye یعنی خداحافظ. farewell یعنی خداحافظ. for now یعنی برای الان. now یعنی الان. for یعنی برای یعنی فعلا خداحافظ. برای الان بای بای خداحافظ. farewell for now. don't be a stranger بچه یعنی غریبه. be یعنی بودن. be a stranger یعنی غریبه بودن. از don't استفاده میکنم تا جمله‌مو منفی کنم. میگم don't be a stranger غریبه نشو. احساس غریبگی نکن. don't be a stranger. bye take it easy. bye یعنی خداحافظ و take it easy بچه یعنی آسون. وقتی میگم take it easy یعنی آسون بگیرش. آروم باش. اوکی باشی. bye take it easy منظورش چیه؟ زندگی رو سخت نگیر. خداحافظ. bye take it easy.
What's your opinion on this? What's بچه یعنی چه چیزیه؟ اوکی your opinion بچه یعنی نظر. میگم نظرت چیه on this در مورد این. This یعنی این. On this منظورم در مورد اینه. What's your opinion on this? نظرت درباره این چیه؟ Do you like this idea? Like بچه دوست داشتنه. وقتی میگم do you like سوالی میکنه یعنی دوست داری. This یعنی این idea این ایده رو دوست داری. حالا من از شما میپرسم do you like this video? این ویدیو رو دوست دارین بچه؟ اگه دوست دارین که ازش حمایت کنید و لایکش کنید. توی کامنت هم خیلی خوشحال میشم که نظرتون راجع به ویدیو بدونم تا بتونم بهترش کنم. اگه یه سری جا زیاد توضیح میدم یا جملاتو خیلی تکرار میکنم میتونید خیلی راحت بهم بگین. How do you feel about it? feel بچه احساسی کردن یا احساس داشتنه. How یعنی چطور. وقتی میگم how do you feel یعنی چه احساسی داری about راجب it این چه حسی نسبت بهش داری یا چه احساسی راجب این داری. How do you feel about it? Is this a good plan? Is بچه یعنی آیا. This این a good plan بچه یعنی برنامه. goodم که یعنی خوب. میگم این از نظر یه برنامه خوبه. Is this a good plan? این یه برنامه خوبه. What would you do? What بچه یعنی چی؟ Would you تو do انجام میدی. منظورش چی؟ میگه تو چی کار میکردی. What would you do? اگه تو جای من بودی. مثلا میگم اگه تو جای من بودی What would you do? چی کار میکردی. اون would بچه برای اینه که این یک چیز غیر واقعیه. تو که جای من نیستی که بتونی اون کار رو انجام بدی. درسته؟ چون تخیلیه فقط میخوام نظرتو بدونم از would استفاده کردم. نمیگم do چون حقیقی نیست. What would you do? تو چی کار میکردی جای من بودی. Does this look okay to you? Does this میگم این look یعنی به نظر okay to you برای تو. میگم این به نظرت خوب میاد یا okay. Does this look okay to you? Should I یعنی بهتره که یا باید که. Go for it go یعنی برم for it دنبالش. Should I go for it برم دنبالش. بهتر برم دنبالش. Should I go for it? What's the best option? بچه what's که میدونی یعنی چیه. The best یعنی بهترین. مثلا میگیم the best player بهترین بازیکن این همونه. option هم یعنی گزینه یا همون option یا انتخاب. میگم بهترین گزینه چیه یا بهترین انتخاب از نظر چیه. What's the best option? Do you agree with me? agree بچه موافق بودنه. وقتی میگم do you agree سوالیش میکنم. میگم موافقی with me با من. with یعنی با میم که یعنی من. Do you agree with me با من موافقی. Tell me what you think. Tell بچه گفتنه. Tell me یعنی به هم بگو. What که چی. You think تو think فکر میکنی. think بچه فکر کردنه. میگم بگو چی فکر میکنی. بگو که نظرت چیه. Tell me what you think. Tell me what you think. دقت میکنی باز تیشو چجوری تلفظ میکنم. نمیگم think میگم think. What time یعنی چه ساعتی. Is it هست now الان. هر وقت خواستی ساعت رو بپرسین میتونی از what time is it استفاده کنی. What time is it ساعت چنده. now یعنی الان. پس خواستین از یه نفر ساعت بپرسین از این جمله استفاده کنید. What time is it now? I'm running late. late بچه یعنی دیر. وقتی میگم I'm running late یعنی داره دیرم میشه. عجله داری. یه نفرم هی داره صحبت میکنی میگی sorry I'm running late. ببخشید داره دیرم میشه. It's یعنی این هست. Almost بچه یعنی تقریبا یا نزدیک. midnight نصف شب. night بچه یعنی شب. mid یعنی نصف یا نیمه. میگم نزدیک نیمه شب و نزدیک نصف شبه. It's almost midnight. Can you یعنی میتونی یا میشه که wait صبر کنی 5 minutes. 5 یعنی 5 minutes یعنی دقیقه. میگم میتونی 5 دقیقه صبر کنی. Can you wait 5 minutes؟ میتونی که 5 دقیقه صبر کنی. I'll be there in an hour. بچه be یعنی بودن. حالا اون دوتا ال داستانش کوچولو شده یه will هستش. will چیه؟ یک چیزیه که نشون میده جملت برای آینده است. مثلا مال 1 ساعت دیگه است. مال 2 دقیقه دیگه است. پس will مثل خواهم میمونه داخل انگلیسی. نشون میده که جمله شما برای آینده است. پس
I will be یعنی خواهم بود. منتها ما داخل فارسی هم نمیگم تو را خواهم دید که میگم میبینمه. درسته؟ بعد تحت لفظی معنی کنیم. پس I'll be یعنی I will there بچه یعنی اونجا. وقتی میگم I'll be there یعنی اونجام یا اونجا خواهم بود. In در an hour یک ساعت دیگه. hour بچه یعنی ساعت. an hour an معنی یک میده. یعنی در یه ساعت دیگه من اونجام. یه ساعت دیگه اونجام. I'll be there in an hour. Time flies so fast. Time بچه یعنی زمان یا همون وقت. Fly بچه پرواز کردنه. اینجا منظورش چیه؟ Time flies منظورش اینه که زمان سری میره. زمان پرواز میکنه. اوکی مثل برق باد میگذره. So fast. So یعنی خیلی. Fast هم یعنی سری. پس زمان خیلی سری میگذره. Time flies so fast. It's یعنی هست too early یعنی خیلی زود. early بچه یعنی زود. too هم یعنی خیلی. پس it's too early خیلی زوده to leave بچه برای ترک کردن به معنای ترک کردن یا رفتن از جاییه. پس it's too early to leave یعنی هنوز برای رفتن زوده برای رفتن. it's too early to leave. What's your schedule like? بچه هر وقت اول یه جمله what دیدی و آخرش هم like بود منظورش اینه که چطوره یا چجوری است. اون چیزی که اون وسط قرار گرفته. اینجا چی رو میخواد ببینه چجوریه؟ schedule یعنی برنامه. your schedule یعنی برنامت چطوره. What's your schedule like? برنامت چطوری است؟ برنامت چطوره؟ I lost track of time. I lost بچه یعنی گم کردم. track of time منظورش چیه؟ میگه زمان رو گم کردم. نه منظورش اینه که گذر زمان رو نفهمیدم. خیلی زود گذشت. دیدی یه وقتایی نمیفهمی زمان چجوری میگذره میگی oh I lost track of time اصلا نفهمیدم زمان چجوری گذشت. این جملات بچه خیلی خیلی کاربردی داخل مکالمه‌های مختلف کاربرد دارن. پس اگه دوست داشتین و لایق دونستین از چنل ما حمایت کنین که چنل خودتون البته سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. Let's set a time to meet. set بچه همون ست کردنه. اوکی let's set یعنی بیا که ست کنیم. بیا یه پلن بریزیم. چی رو؟ a time یه تایمی رو که یه تایمی رو مشخص کنیم که to meet بچه یعنی ملاقات کردن. let's set a time to meet بیا یه ساعتی رو برای ملاقات پلنش رو بریزیم با هم دیگه ست کنیم. my car بچه یعنی ماشین. وقتی میگم my car یعنی ماشین من won't start یعنی روشن همون استارت زدن ماشین. won't منفی will هستش بچه. will برای آینده بود منفیش میشه won't. ماشینم روشن نمیشه. my car won't start. I forgot my password بچه همون پسورد یا رمز. forgot فراموش کردنه. وقتی میگم I forgot یعنی من فراموش کردم. چی رو؟ my پسوردم یا رمزمو فراموش کردم. I forgot my password. The Wi-Fi یعنی همون Wi-Fi isn't working. work بچه کار کردنه. isn't working یعنی کار نمیکنه. در حال حاضر کار نمیکنه. The Wi-Fi isn't working. Wi-Fi کار نمیکنه. I broke my glasses. glass بچه به معنای شیشه است ولی glasses جالبه بدونید به معنای عینکه. my glasses یعنی عینکم. broke هم گذشته break هستش یعنی شکستن. پس I broke my glasses یعنی عینکم رو شکستم. I broke my glasses. There's که کوچولو شده there is هستش. No hot water. hot بچه یعنی داغ. water یعنی آب. وقتی میگم there is no hot water یعنی آب گرمی نداریم. هیچ آب گرمی نیستش. There's no hot water. My alarm بچه یعنی زنگ. همون الارمی که میزنید صبح بلندتون میکنه زنگ گوشی رو میگن. My alarm یعنی زنگ ساعتم. didn't بچه جمله رو منفی میکنه. علاوه بر اون گذشته هم هست. پس هر وقت didn't رو دیدین باید گذشته معنا کنین جملتون رو. پس my alarm didn't go off بچه یعنی به صدا در اومدن. چون didn't اومده منفی میشه. منتها نمیگم زنگ ساعتم به صدا در نمیاد. نه این حاله. باید گذشته معناش کنم چون didn't رو دارم. زنگ ساعتم به صدا در نیومد. مثلا دیروز نیومد یا امروز صبح به صدا در نیومد. My alarm didn't go off. زنگ ساعتم به صدا در
نیومد. خیلی نکته قشنگی داشت داخلش، حتما یادتون بسپارید. did برای گذشته است، didn't برای گذشته است. این دوتا جمله رو بهتون میفهمونن که باید گذشته معنا کنید. I missed the bus. miss بچه یعنی از دست دادم. میگه I missed یعنی از دست دادم. ایدی گرفته اینجا. به چه معناه؟ به تو میفهمونه که باید گذشته معنیش کنی. نمیگم از دست میدهم، نه، از دست دادم. حالا ممکنه 1 ساعت پیش، 2 دقیقه پیش، امروز صبح یا پیروز باشه. پس یاد باشه I missed از دست دادم. چی رو؟ the bus. اتوبوس از دست دادمش. The printer یعنی پرینتر is jammed یعنی گیر کرده بچه. The printer is jammed. پرینتر یا همون چاپگرمون گیر کرده، کار نمیکنه. The printer is jammed. I can't find my phone. can بچه به معنای تونستنه، ولی اینجا ما منفیشو داریم. can't یعنی نمیتونم. find پیدا کنم. چیمو؟ my phone گوشیمو. I can't find my phone نمیتونم گوشیمو پیدا کنم. It's یعنی هست. Too noisy. noisy بچه یعنی پر سر صدا، خیلی صدا داره. Too noisy خیلی پر سر صداه. To sleep که بخوابم. sleep بچه خوابیدنه. It's too noisy to sleep خیلی شلوغه نمیتونم بخوابم، یا خیلی پر سر صدا دورم نمیتونم بخوابم. I wish یکی از پرکاربردترین جملات داخل انگلیسی. I wish یعنی ای کاش. داخل فارسی هم همینه، خیلی از کاش استفاده میکنه، دقت کنید. پس I wish یعنی ای کاش. جالبه که بدونید بعد از I wish گذشته میاد اکثرا، یعنی بعد جملتون رو گذشته بگین. مثلا I wish I could گذشته can هستش. اینجا نمیتونم بگم can، بعد بگم I wish I could. ای کاش میتونستم. داخل فارسی هم همینه دیگه، نمیام بگم ای کاش میتونم، درسته؟ میگم ای کاش میتونستم. میدونید چرا از گذشته اینجا استفاده میشه؟ چون غیر واقعیه. معمولا بچه جاهایی که میخوام راجع به یه چیز غیر واقعی صحبت کنم، تخیلیه یا شرایطی نیست که الان اتفاق افتاده باشه، به هر حال غیر واقعیه، از گذشته استفاده میشه. خیلی نکته خوبیه. اینو تو لول‌های بالا معمولا درس میگیرن، حتما برای خودتون یادداشت کنید. پس I wish I could ای کاش میتونستم که چیکار کنم؟ travel سفر کنم the world جهانو. ای کاش میتونستم دور دنیا رو سفر کنم، ولی میتونم؟ نه. این جمله غیر واقعی متاسفانه. I wish I could travel the world. My dream بچه یعنی رویا. بعضی جا معنای خواب هم میده. اوکی، پس 2 تا معنی داره، یکیش خواب هستش، یکی هم رویا. My dream یعنی رویام is هستش to live که زندگی کنم by the sea. by بچه یعنی کنار the sea دریا. رویام اینه که کنار دریا زندگی کنم. رویای من که واقعا همینه بچه. My dream is to live by the sea. I hope بچه امیدوار بودنه. I hope یعنی امیدوارم. It works out. work out بچه یعنی جواب بده یا درست بشه. وقتی میگم I hope it works out یعنی امیدوارم که درست بشه یا امیدوارم که جواب بده. I hope it works out. One day یعنی یک روز. okay? I'll be successful. I'll بازم دارم میگم کوچولو شده I will یعنی خواهم بود. I'll be خواهم بود. Successful موفق. Successful یعنی موفق. میگه یه روزی موفق میشم یا یه روزی یه آدم موفق خواهم بود. One day I'll be successful. I wish یعنی آرزو میکنم. اینجا معنی آرزو میکنم میده بچه. اینجا دیگه ای کاش نیست، 2 تا معنی داره. پس یکیش ای کاشه، یکیش هم آرزو میکنم. You میگم آرزو میکنم برای تو the best بهترینا رو. I wish the best to you. okay? I wish you the best بهترینا رو برات آرزو میکنم. My goal بچه یعنی هدف. My goal که میگم یعنی هدف من is هست که to learn English. learn بچه یعنی یاد بگیرم English انگلیسی رو. الان شمایی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنی مسلما گولت اینه. My goal is to learn English. هدفم اینه که انگلیسی رو یاد بگیرم. پس خوشحال میشم که چنل ما رو سابسکرایب داشته باشی تا ویدیوهایی که میذاریم از دست ندی. I dream of a big house. dream of باشه یعنی رویای یه چیزی رو دارم. رویای چی رو دارم؟ A big house. house یعنی خونه، big هم یعنی بزرگ. پس رویای یک خونه بزرگ رو دارم. I dream of a big house. رویای خونه بزرگ رو دارم. I hope یعنی امیدوارم we meet again که ما we بچه یعنی ما meet ملاقات کنیم
again دوباره. مثلا یه نفر برای بار اول دیدی، نشستی باهاش صحبت کردی، گپ زدی، تهش که داره میری بهش میگی I hope we meet again. امیدوارم که دوباره همدیگه رو ببینیم. I'd love to یعنی دوست دارم که love بچه‌ها عشق داشتن به چیزی. وقتی میگم I'd love to یعنی دوست دارم که یا میخوام که try امتحان کنم چی رو؟ sky diving. جالب که بدونید بچه‌ها sky یعنی آسمون، dive یعنی شیرجه زدن. sky diving این همون چت بازیه که میپرن از اون بالا چترشون رو باز میکنن. I'd love to try sky diving. دوست دارم که چت بازی رو امتحان کنم. شما چطور از این ورزش‌ها نمیترسین؟ May all your dreams come true. May بچه‌ها یعنی باشد که یا امیدوارم که all your dreams all یعنی همه your dreams هم یعنی رویاهاتون همه رویاهاتون come true به حقیقت بپیونده. true بچه‌ها یعنی حقیقت. وقتی میگم come true یعنی به حقیقت بپیونده. May all your dreams come true. امیدوارم که همه رویاهای شمایی که الان دارین این ویدیو رو میبینید به حقیقت بپیونده.